تو این ویدیو به شما یک وب بروسر رو نشون میدم که تمام تبلیغات روی همه صفحات رو میگیره جلوشون رو. یعنی شما اگر خواستید توی یوتیوب و یا هر کجای دیگه فیلم و ویدئویی رو نگاه کنید و وسط اون، اول اون، آخر اون تبلیغات میاد و یا صفحه رو که میزنید و یا کلیک میکنید روی اون صفحه تبلیغاتی میاد که بعضن که چه عرض کنم خیلی هاشون هستن، حالا نه تو یوتیوب ولی جای دیگه که فیلم مجانی میشه نگاه کرد، تبلیغاتی هستن که به هیچ عنوان برای خانواده و بچه‌ها مناسب نیستن روی صفحه مانیتور شما این رو ببینند. تمام این تبلیغات رو جلوشون رو میگیره. این بروسر اسمش هست Brave به معنی شجاع، توی فارسی البته معنیش هست شجاع، و به راحتی میتونید برید توی گوگل اونو سرچ کنید و اینستالش کنید. خیلی راحت اینستال کنید و استفاده کنید. فراموش نکنید حتما و 100% این وب بروسر رو که جلوی تبلیغات رو، تمام تبلیغات رو میگیره، استفاده کنید. با خیال راحت گوگل هم این رو توصیه کرده و اگر برید راجع بهش تحقیق کنید 100% گوگل به شما میگه بریو چی هست و چقدر سودمنده. اگر خواستید ورژن طولانی این ویدیو رو ببینید حتما به یوتیوب من سر بزنید. تا ویدیوی بعد.